читаешь Библию. به نام خدا عیب با همه چیزی این بطورت قپیدم قرآنم. گفتن که من سری لیچ قپیدمش. گفتن که من کسمتیکا داشتم. امروز بین این معجزه خداوندی است که وقتی زنی که ساتر داشته باشد هیچ مرد فاسق به جانب او گپ پرتافته نمیتواند. لیکن هر چی که می شود از همون زنهایی که سر لوچند، گردن لوچ هستند، پای لوچ هستند، همه بی‌تمیزی از جانب اونها هست. اگر که در جمعهم هوی باشن کو خداوند میبینه چه خیلی دلی من صافه. من نقنج همین سرتم شاده هم که باشد دل تازه باشد. این شعاری ابلهی، این شعار یهودی در تمامی مردم ما و شما بی نهایت پریشان شده است. گفتن که من به طورت قپیدم قرآنم. گفتن که من سری لیچ قپیدمش. گفتن که من косметика داشتم. И прежде чем ответить на ваши вопросы, من سه گپ دارم. یکمش من طورت داشتم. قرآن خطا خواندنش گناه است. قرآن بی طهارت قپیدنش گناه است. ای خداوند من بخشش پرسیدم. خاطر نشوه. شما زمان переживать نکنه. شما نه سرکلونی منه، نه پیغمبره، نه عزرائیله. من اگرچه امروز دخترای ما و شما بی حیا شدن، ما باید احتیاط کنیم. ای خداوند من بخشش پرسیدم. خاطر نشوه. زیرا رسول اکرم چی میگد؟ میگد هر کسی که معنای حدیث همین است، هر کسی که اگر توبه میکند او به منزله شخصی هست که نو از مادر تولد شده است.